به نام هنرمند اول و آخر، آفریننده حقیقی تمامی آفرینش‌های هنری، به نام خدا. در یک نیمه شبی در یک زمستان پربرفی 11 بهمن 29 من به دنیا میام توی شرایط خیلی دشوار که همه کوچه ها حالا پر از برف و جوری کنده بودن که یه نفر میتونست بره بیاد و فکر کن 2 نصف چجوری ببرن مادر منو بیمارستانی کسی جایی که میرن یه قابله‌ای رو میارن با سختی از تو کوچه ها، چون اصلا نه تاکسی بود تو کوچه ها نه وسیله‌ای بود، اصلا همه چی یخ زده بود. من به دنیا اومدم. پدرم زنده یاد عیسی الوند دبیر ادبیات بود، به تاریخ و ادبیات کلاسیک ایران بسیار مسلط بود. من یادم تو همون نوجوانی از طریق بابا من مولانا رو میشناختم، فردوسی رو خیلی دوست می‌داشت و گپ می‌زدیم، حافظ، سعدی، خیام، نظامی به خصوص که بابا معتقد بود مثل بقیه شناخته شده نیست و خیلی شاعر مهمیه. رفته خیلی زود، یعنی اصلا خدمتتون بگم از 10-12 سالگی ریز سینما شروع شد. سینما میدونید که همیشه با یک فریب شروع میشه. این فریب و سراب در بعضیا میمونه، سال‌ها هنوز دنبال این سراب سینما و فراموش میکنن که سینما فقط علاقه و عشق نیست. مهم اینه که چه پتانسیلی درون این بچه هست، چه ذاتی هست. هر چقدر آموزش ببینی، هر چقدر تو فضاهای آموزشی قرار بگیری، تا اون ذات آرتیستیکو نداشته باشی که با تو به دنیا میاد. سینما که میرفتم ازم میخواستم فیلم رو تعریف کنم. 10 سالمه ها. خیلی اینا لذت میبردن. تمام مهمونا میشستن، من مثلا 1 ساعت بینوایان رو تعریف میکردم. بعد میدونستم که این ژان والژانه، اون ژاوره، این کوزته، این ماریوسه، این تناردیه است، اصلا ماجرا چیه، قضیه چیه. اگه طالب دیدن ژان والژان هستین که از طرف پلیس تحت تعقیبه، من خودم هستم. شما 3 نفر به صورتم نگاه کنین، منو نمیشناسین؟ رفته که بزرگتر میشتم به یک نکته‌ای پی بردم که بعضی از رمان‌ها این خاصیت رو دارن که ضمن که قصه تعریف میکنن یک مقطع مهم تاریخی رو توی کشور دارن میگن. تو حال آزادی شبر، برو پایین از نرده به پرون طرف فرار. آتش! آتش! دوپاره پر کنید! دروازه به پیش! به رغم در رفتن ها مدرسه و سینما رفتن، باز همیشه شاعر اول بودم و معدل من همیشه 20 بود. من توی خانواده فرهنگی و ژورنالیستی بزرگ شدم. داییم از سردبیرهای موفق ژورنالیسم ایران بود. دایی بزرگترم
شاعر بود، هم گیس و ریش اخوان و شاملو و نصرت رحمانی و نادر نادرپور و دایی‌های کوچیکترم یکشون خبرنگار دنیای ورزشه که ورزشی بود. جز اولین کسایی که وارد هتل شد بال سر شادروان جام پهلوان تختی دایی من بود. آقا سلام علیکم. خسته نباشی. خوبی؟ عجب کسب باحالی داری. دیگه کیف منو ببینم میتونم اینو بلند کنم؟ نه. 2 تا باید باشه ها. اینو کمک کن بیاد بالا. آها. آره دیگه. اینجوریه دیگه ها. خب تو این خانواده که حالا پدرم هم استاد تیر و یک ادبیات بود، بابا با شادروان آل احمد با هم لیسانس ادبیات گرفتن، فکر کنم 1122 بود. هنوز رسوب جنگ و اشغال و اینا بود تو جامعه و من بچه که بودم جلال آل احمد میدم، جوان لاغر و بلندی بود، بابا دوست بود، بودیم عمو جلال، چند بار دیده بودیمش. بابا یادم همون موقع میگفت یک نویسنده قول ایران میشه این آقا. خب تو این فضا من بزرگ شدم. خب باید چی میشدم؟ باید میشدم رئیس شعبه بانک فلان در تجریش؟ نه، باید میشدم فیلمساز، باید میشدم نویسنده، باید میشدم شاعر. پدر چون به هر حال دبیر بود، با هر حکمی میگرفت توی مدرسه تهران، بعد ما هم خونه عوض میکردیم میرفتیم نزدیکای اون مدرسه. اوج خوشنشینی و اجاره نشینی دهه 30 و 40. حتی کسی اون موقع فکر خرید خونه نبود. مثلا هیچ الزامی نبود، همه خونه، همه اتفاقا شهرستانی ها میومدن تهران خونه میخریدن، تهرونی ها همه مستاجر بودن. من یادمه پدر منتقل شده بود به حدود امیری اونجاها، دبیرستان اسدآبادی بود فکر میکنم، و ما هم اومدیم چهارراه موج سلطان تو خیابون امیریه. این دبیرستان بدر بود که پدرم زنده یاد عیسی الوند مدیر این مدرسه بود. شاگردای معروفی از اینجا اومدن بیرون: آقای مسعود کیمیایی، آقای فرامرز غریبیان، آقای حسین گیل، آقای محمود کلاری که با خود من روی نیمکت میشستیم و هم کلاس بودیم. آقای کیمیایی صحنه از گوستان اینجا گرفت، فرامرز غریبیان میومد دست خونیشو میمالید اینجا. نمیدونم یادتون هست یا نه، خاطرهای زیادی از اینجا دارم. به هر حال خوبه که هنوز اسم بدر هست و هنوز مکان آموزشی است. میشه اون علی آقا رو صداش کنی؟ کدوم علی آقا رو؟ علی آقای فراشو. همون 13-14 سالگی بهزاد جان من احساس میکردم که حالا کارگردان میشم. خب این جنگ بین این که من شاعر باشم نویس، چون شعرم میگفتم، قصه هم مینوشتم، این که حالا بعدها فیلم ساز بشم، اینا بله علاقه و دغدغه‌شو داشتم، ولی خب کارگردانی رو خیلی دور از دسترس میدیدم. برای من کارگردانی موجود دست نیافتنی بود.
سینمایی بود به نام سینما فلور که الان شاید مخروبه ای ازش هست. این سینما نور و ستاره کجا بود اینجا؟ این بغل بود کارا ساختمان شده دیگه. این بود؟ آره. چی شده الان؟ خراب شد دیگه. جاش چی درست کردن؟ همین مغازه ها همین ساختمان ها. شما بچه اینجایی؟ بعضی وقتا فیلمایی که اکران یک بود سینما فلور نشون میداد. بعضی وقتا حالا اگر فیلم ایرانی نشون میداد بر ما خیلی مهم بود که چون اکثرا فیلم خارجی نشون میداد. بود این فیلم ایرانی خیلی مهمه که من یادم اولین فیلمی که یادم میاد تو سینما فلور فیلم فارسی و ایرانی دیدم فیلم آینه تاکسی بود که علی تابش اصلیشو بازی میکرد. با ساموئل خاچیکیان اونجا آشنا شدم. فیلم 4 حوادث و فریاد نیمه شب و اینا با زندان ناصر ملک‌پوتی با فیلمایی که تو اون سینما دیدم ولگرد و قفلت و یکی از رهگذران چهارراه تباده چیست؟ از کجا آمده؟ به کجا می رود؟ بکنید آقا بکنید بفرمایید. سینما تاخت و تاز آرمان بود و از حضور بازیگرای رادیو و تئاتر اون موقع مثلا نمازون تئاتر بیشتر بازیگرای رادیو. بالاتر از چهارراه بای سلطان سینمای نور بود. یه سرایی بود، این ور سینما نور بود، این ورش هم سینمایی به نام داریوش. خب من با 5 دقیقه 10 دقیقه پیاده روی به 3 تا سینما میرسیدم. این سینمای داریوش و نور و اینا چی شد؟ خراب شد؟ چند کردن دیگه؟ یا بعد از مدرسه یا بعد وقتا بعد از راه مدرسه در میرفتم. چون شاگرد خوبی هم بودم زیاد مدرسه گیر نمیداد. پدرم زیاد گیر نمیداد. فقط خب نگرانش این بود که بچه 10-11 ساله تنها سینما نرم. که خب خوشبختانه برادر بزرگم داریوش من میبرد سینما و بعد داییام. مادرم با چادر با کنترلچی و چراغ قوه تو مردم ساعت 2:30 ما آمدیم سینما. الان ساعت 8:30 بود هنوز تو سینما بودیم. نیست وسط سانس میرفتیم دیگه بیرون نمیکردن دیگه. 2 هرته میشستیم میدیدیم 2 هرته میدیدیم 4 تا نستون آنتونی کوین کیک داگلاس بت لنکستر جان وین. خب همه با اسم بازیگران سینما میرفتن دیگه. الان هست و من خیلی زود فهمیدم که درسته جان وین رو داری میبینیم ولی اون پشت جان فورد هست. باور کن از 13-14 سالگی دیگه برای من کارگردان مهم بود نه اینقدر بازیگر فلان. اگر همه آلن دلون رو میشناختن من خیلی زود فهمیدم که حالا آلن دلون، ژان پل بلموندو، ژان گابر اینا به کنار ولی اون برای قضیه ژان لگودار هست، فرانسوا تروفو هست، کلود شابرون هست، ژاک ریوت هست. این سینمای داریوش بود. کلی فیلم من توی این سینما دیدم به خصوص فیلم های وسترن. اون موقع ما عشق وسترن بودیم. این سینما دوست دارم الان شما نشون بدید سینما رو سردرشو. این سینما و سینمای بالایی که اسمش نور بود و پایینتر سر چهارراه سینمای فلور. تمام نوجوانی ما تو این سینما بود. من تو همین سینما مثلا 12-13 سالم بود
فکر میکردم که من یه روز کارگردان میشم. دیگه به جان وین فکر نمیکردم. دیگه فهمیده بودم کارگردان فیلم جان فورده. دیگه برام کارگردان ها اهمیت پیدا کردن. همون 12-13 سالگی. حیف معلوم چی شده، چی جاش ساختن. اصلا این جای پلاکاتش آدم میبینه غمگین میشه، انگار که یه تن زخمیه. یادش بخیر. مادر من خیلی بازار رفتن علاقه داشت. یه بار منو با خودش برد و من یک انشا نوشتم تحت عنوان در بازار. فرداش رفتم مدرسه خوندم، این وقت تو ترکید. 3-4 روز نگلش از رادیو خونده شد. بعد اصلا فتوکپی میشد تو مدرسه ها پخش میشد. یه دی میدونستن که یه پسر هست اسمش سیروس الونده، حالا چند سالش کدوم مدرسه براتون نایویده تو یکم مدرسه ها هست. آنچه که دیده بودم و نوشته بودم. مثلا کلی روی بویی که بازار میداد نوشته بودم. بو خیلی خاصیت داره، خیلی فلاشبک ها به دلیل بوه. بوی این آبی که میپاشتن روی زمین و این خاک و اون نم و اینای بوی بازار و به هر حال حجرهای مختلف، تیمچه‌های مختلف، جاهای مختلف، خوراکی‌های مختلف. و بعد یک عکس عجیب غریب. اون چیزی که من نوشتم 15 صفحه بود. شاید 1 صفحه یا 2 صفحهش راجع به تصویر آدم ها وقتی از زیر این نوری که از اون سوراخ که از تاق زده بود یک ستون نور بود و آدم ها که میومدن تو این نور یک شکل دیگه ای میشدن، یک شکل خیلی سینمایی میشدن. بعدها فهمیدم اینا آور اکسپورت میشن. خب من بدونم این مثلا اسمش اینه و این خاصیت نوری حالا هرچی کلی راجع به این تصویر نوشته بودم و بعد دوست داشتم فیلم ساختم این تصویر رو بگیرم که یکی داره میاد از زیر این ستون نور رد میشه. اول نفری که پشت صحنه فیلم رو گزارش کرد من بودم. میرفتم پشت صحنه بعضی از فیلم ها، نه همه فیلم ها. به دلیلی باید اون فیلم برام جذاب می بود یا برای خواننده های مجله جذاب می بود. خب برای اهل سینما هم جذاب بود. یه جوون این گوشه وایساده یه یادداشتایی میکنه، با 1-2 نفر هم صحبت میکنه. بعد یه دفعه هفته بعد فیلم بردار و مدیر تهیه و کارگردان و اینا میدن مهمتر از هنرپیشه‌ها شدن. عکساشون چاپ شده، باشون یه 4 کلمه صحبت شده. بعد مثلا فیلم برداره خودش که حواسش نبوده. بعد من مثلا می نوشتم برای گرفتن این پلان فیلم برداره این کار کرد، این نور رو بردش اونجا، اینجوری کرد، این پیشنهاد داد. خیلی خوشش اومده بود که اینا منعکس شده توی نشر سینمایی. جملتا نشریات راجع به هنرپیشه‌ها می نوشتن، نهایت پشت دور می‌مدن با کارگردان. از پشت صحنه‌هایی که خیلی خوب در اومده بود، یکی پشت صحنه کوچه مردهای آقای مطلبی بود. یکی هم یه 4-5 شماره تحت عنوان یادداشت‌های رضا موتوری، پشت صحنه رضا موتوری آقای کیمیایی رو برای ستاره سینما نوشتم. بعد دیگه نقدهام چاپ میشد دیگه تو نشریات مختلف. حالا خیلی هم ندیده بودن ولی میدونستن یه جوونی اومده سر سوزن ذوقی و بالاخره و من
دیگه اتفاقا کار نقد و اینا نکردم. دیدم الان من خودم تو اینام. من دیگه نمیتونم به اینای فوش بدم یا آنالیز کنم یا آقا فیلمت منم علیه کرد اینام و حق نیست. دیدم نه، فیلم نامه نویسی با اینکه خیلی موفق، یعنی من آقای داوود نژاد جوونم بودیم، همسر سالم بودیم حدوداً، خیلی زود دیگه سفارشایی که با آقای فریدون گله و سعید مطلبی میشد به ما میشد. گفت که اونا دیگه فیلم کارگردان شده بودن، وقت نمیکردن برای دیگران بنویسن. ما هم ارزونتر میگرفتیم، مثلا پولی که به اونا میدادن نصفش ما میدادن. از نظر اونا کم از گله و مطلبی هم نمی نوشتیم از نظر تهیه کننده. از نظر خودم نه، اونا خیلی پخته تر هم ما بودن. ما فقط خب به هر حال تازه اومده بودیم، یه ذوق‌های تازه‌ای داشتیم و اشتیاق و انگیزه بالایی داشتیم. دیدم نه، سینما بر من با کارگردانی شکل میگیره. اسیستانی هیچ وقت نکرده بودم. سر و صحنه فیلم های آقای کیمیایی میرفتم چون خیلی باش دوست بودم و همین، یعنی سر فیلم بندی چند بارم رفتم پشت صحنه نوشته بودم. تا آقای ژورک که براش چند سناریو نوشته بودم قرار شد سرمایه بذاره من فیلم بسازم. شرط گذاشت که یک بار باید دستیار من بشی. جوری دستیاری کردم که فیلم بعدی رو بودجه به من بدن. یک هفته 10 روز قبل از که اکیپ بیان رفتم یزد با دوربین پولاروید تمام کوچه ها، پشت بونا، بادگیرا، آب انبارا همه را عکس گرفتم. اومدم یه دیوار رو پر چارتایی کردم به دیوار. آقای ژورک من نگاه کرد، همچین چیزی تا حالا تو سینما ندیده بود. آقای کامران قدکشی رو صدا کرد، گفت این سیروس چی در آورده؟ من الان تکلیفم با یزد روشنه. سنجر اولین فیلم هم که هیچ وقت هم دیده نشد، که اصلا هیچ همون فیلم رو ندیده، هیچ نسخه هم ازش وجود نداره، منم ندارم. اون بیشتر یک فیلمی بود که من مجوز پیدا کنم که تهیه کننده ها سرمایه بذارن من فیلم بسازم. بیشتر اولین فیلم خودم رو شب آفتابی میدونم که اولین فیلمی هم بودم که ساختم، اولین فیلم بود که ساختم که متاسفانه یا خوشبختانه 3 سال توقیف شد. اومدیم فیلم سوم. فیلم سوم فریاد زیرا بود. من کلا قصه رو مخفی کردم که چی میخوام بسازم. یه چیز دیگه دادم، یه چیز دیگه. اسمش هم یه اسم دیگه دادم. تا یه روز اومدم بگم آقا اسم فیلم فریاد زیر آبه. صدا کردم. آقا فریاد زیر آب؟ نه. چرا نه؟ گفت یعنی چی فریاد زیر آب اصلا؟ توی هیئت پروانمایش 9 نفری بودن، از آموزش پرورش هم بودن، دانشگاه هم بود. ولی اگر اونی که از ساواک اومده بود یا شهربانی میگفت نه، بقیه یا میگفتن نه، خیلی با مماشات خودشون درگیر نمیکردن با این آدم. دیگه فیلم در خطر توقیف بود. گفتم منظورم از فریاد زیر آب اینه که کسی نمیشنوه این صدا رو، به گوش کسی نمیرسه این فریاد. میشه بله خوبه فلان. خوشش اومد. کافی بود خوشش نیاد. اسم فیلم یه چیز دیگه بود. خب فریاد زیر آب خیلی با عشق و علاقه ساختیم. بعدش فیلم نفس بریده رو ساختم. اینم 56 ساختم، سال 57 که دیگه انقلاب شد، دیگه کار نکردم.
یه فیلم بازی کردم، بیشتر بدنی که بفهمم بازیگرها چه حس و حالی دارن. مثلا یه بازیگر میگه که آقا الان تو مود نیستم، این جمله تو دهنم نمیچرخه، یا یه خود بدونم برم این تمام خواستم ببینم اینا ادا اطفاره یا واقعا بازیگر رو باید یه جایی ولش کرد، نیم ساعت ولش کرد، یا اصلا نباید پافشار که آقا این جمله رو عیناً اینی که من نوشتم بگو. بیشتر واقعا به این دلیل بازی کردم و دیدم حق دارن. سال 64 33 سال پیش من زلزله ساختم. هست تو فیلم ببینید. نه کامپیوتری بود، نه افکتای بعد از فیلم برداری تو استودیو، این تکنولوژی عجیب غریب، هیچ. همه چیز جلوی دوربین اتفاق می افتاد. از تمهیدات مختلف، یکیش نخ بیرنگ بود. این نخ بیرنگ به این دسته گره میخورد، میرفت بیرون کادر، تکون میخوردین اینجوری میشه. هر چیزی تو صحنه تکون میخورد. همزمان از سقف خاک میریخت. همه اینو با هم دیگه 5 ثانیه. چون ادامه میدادی یا نخه دیده میشد، یا اون سنگه معلوم میشد یا لولیته، یا آینه لو میرفت. 10 ثانیه، 7 ثانیه، 5 ثانیه، 4 ثانیه، 10 روز من این زلزله رو میگرفتم. اینجوری من فیلم هوا رو ساختم. الان میری برات همه چی درست میکنم. دیدی که سینما نیست، این کلاهبرداریه. من این سینما رو نمیفهمم. حالا ممکنه یه چیزهایی من این برای فیلم های خیلی خاص، برای فیلم های خیلی فانتزی، این دیگه شوخی از نظر من. آخه یعنی چی؟ باید بسازی، باید من ببینم. یه روز مادر من گفتش که چقدر فلانی خوششانسه، یه خواستگاری برای دخترش پیدا شده، خواستگار پولداره، تحصیل کرده است، از امریکا اومده. حالا من هم گوش میدم به خواستگاری که از امریکا اومده، مهندس، پولداره، خواهر مادرم نداره و همجوری هم داره برای خانواده دختر مورد نظرش مهمونی میگیره، خرج میکنه، سفر میبره. فکر کن اینجا خونه خودته. کاش بود. بیا افتاده راهنمایی کن. مری بیا. بفرمایید. عجب جایی. خیلی نایسه. چمدونا هم بی خیال دیگه. مال کیه اینجا؟ متاسفانه مال من نیست. اجاره ایه. صحیح. فکر کردم اینجا راحت‌تر از هتله. دنج و بی سر صداست. درست میکردی. بفرما خشم. 1 2 3 4 5 رمزون کجاست؟ 7 رفت بازار 8 9 10. یارو کلاهبردار از آب در اومد. کی؟ خواستگار دختر اکرم خانم. من دیدم این چقدر قابلیت یک قصه داره. به خصوص اگر بگیرم که این خواستگار اومده به توی یک جمعی همه رو تشویق و وسوسه کرده که توی بیزنسی پول بذارم که این بسازه. مثلا فکر کنم یه شهرکی تو شما
بعد کلاهبردار میشه، در عذاب در میاد و پولا رو میخوره. حالا دعوا میشه دیگه، هم میفتن به جون هم و هر کی بر اساس سهمی که داده به یه نفر اصلا توجهی نمیکنن. به اون دختر اون سهم عاطفی داده، اون قلبشو داده، اون عاشق شده. اون تکلیفش چی میشه؟ چهره صحنه‌ای داشتیم که 4 تا ماشین همدیگه رو تعقیب می‌کردن. نمیدونم. یواشتر. خب حالا شما فکر کن 4 تا ماشین رو هم باید تو بگیری، هم کارمانک ببندی، هم لانشا در بیرون بگیری. خانم رضوی در ماشین رو وا می‌کرد، می‌خواست خودشو بندازه پایین. 3-4 روزی ما تو اتوبان پلان می‌گرفتیم و خطراتی از بیخ گوشمون رد شد. ترمز می‌کردی 20 ماشین می‌خوردن به هم. من خودم فکر کنم کارگردانی فیلم چهره قوی‌تر از یک بار بر همیشه است، اما یک بار بر همیشه واجد یک مضمون جهانیه. یعنی هر چقدر تو مسلط به تکنیک باشی، فرم، تکنیک، اجرا قوی باشه، باز اون مضمون اصلی، اون حرف اصلی، اون تم اصلی و بنیادی فیلمه که حرف اول میزنه. ما حرفمون زدیم. ها خب جز طلاق راهی نمونده. شناسنامه که آوردی؟ یک بار برای همیشه. این موقعیت اول از برخورد منتقدین میگیره. تقریبا هیچ نقد منفی راجبش نوشته نشد و یکی از بهترین فیلم‌های این 30-40 سال اخیر قلمداد شده از طرف منتقدین و جالبه که همه جای دنیا هم این فیلم تماشاچی ایرانی و غیر ایرانی داشته. اتفاقاتی که برای این فیلم افتاد عجیب غریبه. یکی شما براتون بگم. گفتن آقا یه نامه‌ای برای شما اومده. نوشته بود من و زنم تصمیم گرفتیم بچه‌مون رو بندازیم دیگه. نوشته بود هر دو کار میکنیم و با یه بچه نمیتونیم دیگه کار کنیم. خیلی زندگی زیر متوسطی داشتیم. فیلم شما رو دیدیم و پشیمون شدیم. الان اونا یه بچه‌ای دارن که سنش اندازه فیلم یک بار بر همیشه است. من تماس گرفتم، خواستم که بیان ببینم ایشون. اومدن این زن و شوهر. مدتی با هم دوستی داشتیم. توی کارخونه هر دو کار میکردن کنار هم دیگه. حالا اون تو زنها بود و برای تو مردا پتو میبافتن و فکر میکردن یه بچه زندگیشون رو میریزه به هم. هیچکی نبود بچه رو نگه داره. به همین میخواستم بچه رو بندازن. زهرا چیه باز دوره رفتی آزمایشگاه؟ آخه مگه نرفتین؟ یه بار 2 بار چند دفعه منو کشوندی اونجا؟ آخه این کار نیستی بابا جون. کم دوا درمون کردی؟ کم پول دکتر رو خرج عمل جراحی دادن؟ اینه که دیگه یادت نرفته. آه؟ خب این تاثیر کمی نیست. یک فیلم بتونه رو 2 تا آدم یه همچین تأثیری بذاره، شاید 50 سالی اتفاق نیفته. دیگه اصلا مسئله من سیمرغ جشنواره که دادن به اینا نیست. شانس که داشتم 2 بازیگر قوی داشتم، آقای خسرو شکیبایی، خانم معتمدآریا. من با اینا قرارداد بستم، بعد رفتم سناریو رو نوشتم. قصه رو داشتم، تعریف کرده بودم، بعد رفتم. میدونستم این جمله که دارم مینویسم خانم معتمدآریا میگه. یه چیز نزدیک 1 ماه خورده ما تمرین میکردیم و با ویدیو فیلم میگرفتیم. همه فیلم رو تمرین کردیم تو دفتر. چقدر برای لهجه جنوبی خانم معتمدآریا خودشون و من زحمت کشتیم. این همه جا برای تو کار هم میخوانه. چه کاری؟ چه کشکی؟ صبح تا غروب خونه های آلا پلنگی مردم رو رنگ میزنم، شب که بشه بر نسبت بیاب توی سگ داری؟ خودش یه خونه‌ای که می‌خواستیم فیلم برداری کنیم 2 تا دیوارش باید خسرو نقاشی کنه بدون که ذره شهره داشته باشه.
با این نقاش ساختمون فرستادمش تو خونه 2 روز نقاشی میکرد. بعد 2 روز که رفتیم دیدیم خسرو روی نردبونه یه دستمال رو کلش 4 گوش دیگه گره میزنن، یه چایی هم اینجوری داره هورت میکشه، همینجوری هورت میکشه، دیوارا رو داره چک میکنه ببینه شوره داره خوبه، قیافه هم اصلا انگار یه نقاش ساختمونه مثلا تو 20 سال کارشینه. حلول نقش در جسم بازیگر اینجا اتفاق افتاد. یه نگاهی به سقف توالته بکن. اگه نزدی هم خیالی نیا، ولی بزن، میخواد که بهت میگم. آقا اصلا من یه دست دیگه بزن. ای والا بزن. فیلم پرفروش با فیلم پرفروش بعدی فراموش میشه. ها؟ ولی فیلم خوب با فیلم خوب بعدی فراموش نمیشه. تو فیلم های من مثلا خیلی فیلم ها فراموش میشه ولی آوار یادشون میمونه که هست، یک بار بر همیشه یادشون میمونه که هست. تو برخوردهایی که با مردم میکنم حالا ممکنه مثلا دسته یالده خیلی هم فروش کرده که از پرفروش ترین فیلم های بعد از انقلابه. اگر با بلیت الان بود الان چقدر؟ 15,000 تومنه. با بلیت 100 تومن این فیلم 70 میلیون تو اصفهان فروخت. یعنی اگر با بلیت الان بود تهرانش مثلا 60 میلیارد بود. نگه دارین آقا. نه جواب نمیده. شماره خودشو بگیر. تلفن نداره؟ میرم سراغش. تنهایی؟ چطور؟ مامیه؟ همه با هم میریم. بازی خشایار با فیلم آوار بود که من ازش خواستم که بیاد رول نوجوانی هادی اسلامی رو بازی کنه. اسم این محل چیه؟ خودتون گفتین به این جور جاها قلعه میگن آقا. پشت این قلعه اون کتلا رو دیدی؟ بله آقا، صبح وقتی خار میکندم. این کتلا نشونه یک قنات قدیمیه. اینجا آب داره. تابستون هم بود و به هر حال وقت آزاد داشت و اومد. هادی اسلامی که دیدش باش حرف زد خیلی خوشحال شد و اشاره کرد که اصلا این شبیه منه. این میخوره که مثلا جعفر 18 ساله هست مثلا. اینجا آقا؟ بله اینجا اسماعیل. پسر من باید اونتن داشته باشه. از اون بر با آقای مشایخی هم بازی داشت. یعنی 3 تا استرس داشت. یکی من که کارگردان فیلم با برادر بزرگش، یکی که هادی اسلامی راضی باشه که این داره بچگیشو بازی میکنه، یکم خب جلوی مشایخی و با اعتماد به نفس کار کرد و آقای مشایخی هم خیلی تو تمرین ازش راضی بود و گفت اصلا این اوکیه، من نیاز به تمرین دارم، یه اصلا حفظ عمل. چند روزی که بازی خشایار تموم شد دیدم همه بچه ها بازیگرها اینا به شدت باش دوست شدن، تو دل همه جا پیدا کرده و یه جورایی دوست دارن من نگهش دارم. آوارم فیلم سنگینی بود و یه دستیار بیشتر نداشتم. در ادامه کار دستیاری و برنامه ریزی رو انجام میداد توی یک بار بر همیشه، چهره، هتل کارتون، تا جایی که یه روز اومد گفت یه قصه ای فکر کرده. اصرار کردم که بنویسه. یه خود واهمه داشت از نوشتن. خب تا حالا تجربه نکرده بود فیلم نام نویسه. خوشبختانه نوشت و فیلم نامه ای شد که من از روش برگ برنده رو ساختم. بعضی ها سینما وسوسه شونه،
بعضیا دغدغه شونه. آدمایی هم پیدا میشن که سینما سرنوشتشونه. یعنی از پیش انگار تکلیفشون روشن بوده که اینا کارشون به سینما کشته میشه. من فکر می‌کنم جزو این دسته سوم هستم. به خصوص به این دلیل که اساساً عشق و علاقه من تو نوجوانی ادبیات بود. ما بهترین سالهای زندگیمون رو گذاشتیم تا اینجا رسیدیم. از خیلی چیزهایی که جوونا دنبالش بودن ما گذشتیم. اون جوونی کلاسیک رو نکردیم. رفتیم دنبال ارتباط با مردم. و به خاطر مردم هم هست داریم کار میکنیم دیگه. حرکت. جمع کنی از اشغاله رو باهاتون حرف دارم. بشین یه چایی برات بریزم تازه دمه. میدونی چه گندی داری میزنی؟ بابا من که این کاره نیستم، میرم دفعه اولش خاک تو سر. این کثافتکاریه رو نمیگم آقا سامان. چی شد آقا؟ شرط بی شرط تمام. و فیلم آخرم آنجا همان ساعت. راجبش حرفی نمیزنم چون تعبیر تبلیغ میشه. و این فیلم بوده که سالها منتظر ساختنش بودم به دلیل قصه غریبی که داره و تازه تموم شده، باید ازش فاصله بگیرم، باید برم عقب این فیلم رو خوب ببینم و ایراداشو رو پیدا کنم. از اینجا حرکت دادن میریم. گوش کن جانم، خوب حواست رو بده. رفیقم اساسی رو میبره خونش. اساست، جهازت، امانت. اگه برگشتیم که تربیت، اگه برنگشتیم میده به یادم نیست. هنوز خلاصش نیستم، هنوز با منه. باید فاصله بگیرم و احتمالاً یه دستکاری توش بکنم و انشالله که خداوند عمری بده و این شانس رو داشته باشم که باز برای درجه اول مردم کشورم فیلم بسازم و یه جوری اگه فیلم من بتونه ذره‌ای تاثیر در زندگیشون ایجاد بکنه، من فکر کنم که کار خودم رو کردم و اجر خودم رو بردم. دل در پی عشق گلرخان است هنوز و از عمر گذشته در گمان است هنوز. گفتیم ما و دل به هم پیر شویم، ما پیر شدیم و دل